بدن رو داشته باشی. امروز با یه ویدیو متفاوت و خیلی جذاب اومدم. یاد چالش داره. درود افچه، خوش اومدیم به کانال یوتیوب من. امیدوارم حالتون خوب بوده باشه و روز خوبی داشته باشید. آقا امروز با یه ویدیو متفاوت و خیلی جذاب اومدم. میدونم که دوست خواهید داشت فنهای ماکانی و میدونم که بعضیاتون هم میایین فروشخورم میکنین. نمیدونم دیگه، خودتون بدون اینو قضاوت کنین دیگه. آقا من یه دونه ویدیو تو اینستاگرام دیده بودم که امیر با مایو اینا از تو دریا بود. اینطوری ادیت بود دیگه، از هوش مصنوعی استفاده کرده بودن و من یک تایمیم از اون ویدیو خوشم اومد و چند میلیون هم ویو خورده بود و فکر کنم چند هزار تا بود، نه چند میلیون نبود، شاید هم 1-2 میلیون ویو خورده بود و من یه دونه ویدیوهای میگرفتم که به ادیتایی که به امیر و روحام میزدین ریاکت میرفتم، چه عکس بود چه فیلم ریاکت میرفتم و نمونه میدادم و دیگه از زمانی که هوش مصنوعی اومده دیگه اون منسوخ شده و زیاد باحال و جذاب نیست. به همین خاطر که چند تا ویدیو توسط هوش مصنوعی درست کردم در ادامه میذارم، حتما بریم ببینین و اگه کاملش رو خواستیم و اصلش رو خواستیم تو کانالم دونه دونه میذارم که کانالم رو گذاشتم اینجا و پیج اینستاگرامم هم اینجا هست، میتونین از اونجا بریم ببینین و لذت ببرید و حمایت هم فراموش نشه. ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارین که حساباتون بی محتری. بریم سراغ ویدیوها ببینین که چیا واسهتون آماده کردم. Let's go. بریم سراغ ویدیو اولمون. بدن رو داشته باشی. خب موهای جذابی هم داشتش. آقا یه چیزی در مورد این ویدیوها بگم. الان میبینین که استایل من تغییر کرد به خاطر اینه که یوتیوب گیر داد و نذاشتم ویدیو رو آپلود کنم. البته آپلود کردم ولی نمیتونستم منتشر کنم تا شماها ببینید و همین خاطر مجبور شدم که تاثیر خودم رو فیلم‌ها بیفته. و دوم این که این فیلمایی که ساختم عقده‌های خودم ریختم بیرون، چون خودم دوست داشتم و دارم که یه بدن فیتی داشته باشم و متاسفانه نه شرایطش رو الان دارم نه هزینه‌اش رو پولش رو دارم، چون راحت ماهیانه 7 تومن اینا باید کنار بذاری که بتونی یه بدن خوبی داشته باشی. راحت کم کم باید 7 تومن بذاری کنار. من همین خاطر هیچ کدومش رو نذاشتم و گفتم دیگه عقده‌های خودم هم ریختم اینجا. بریم بگیاش رو هم ببینیم. با این خیلی باحاله، بخش دومش خیلی خوبه. خب آقا این ویدیو رو گفتم اگه کاملش رو خواستیم بدونین که تصویر من بیفته و صدای من بیفته، میتونین از کانال تلگرامم که اینجا پایین گذاشتم از اونجا دانلود کنین. بریم سراغ ویدیو بعدی. اینم باحال بود ولی تایماشون متاسفانه کمه. این یکی خیلی باحاله، بذاریم به نشونتون بدم. یاد چالش داره. خیلی باحال داره میره. قشنگ صورت امیرم روش نشسته. چیزه انگار یه جوریه که انگار امیر داره تو سالن تو کنسرت داره چالش اجرا میکنه. بریم سراغ ویدیو بعدیمون. بدن اینا خیلی خوبه، قشنگ مناسب مدلینگ اینا بدنه. عاشق این بدنم. میدونم فوش خورم میکنه الان بعضیاتو. این چه ویدیویی از درست کردین؟ امیر رو زیر سوال بردین. آقا خودتون هم درست کرده بودین، من نمیدونم دیگه. من از شما دیدم، منم تحریک شدم که از این ویدیوها بسازم واسهتون. آقا حمایت فراموش نشه، ویدیو رو لایک کنین و کامنت رو بگین که خودتون رو خیلی دوست داشتین، چون کامنت گذاشتن خیلی تاثیر میذاره رو الگوریتم یوتیوب. بریم سراغ 2 تا ویدیو مونده، دومی از آخر. چه بدن فیتی، باحال روحم مالی میکنه خودش. آقا یه کسی اون کامیونیتی که گذاشته بودن یکی نوشته بود که به لطف هوش مصنوعی پکای آیدل بودم دید. بریم سراغ ویدیو آخرمون.
این باحاله ولی یه ایراداتی داره، مخصوصا آخراش که مثلا دستشو میاره اینجا اینطوری میکنه صورتش بد میشه. اینجاش مثلا الان ببینیم میرینه. ولی من همش رو کاملش رو توی تلگرام میذارم، حتما میتونین از اونجا برین راحت به راحتی دانلود کنین و استفاده کنین. اگه میخواین پست نکنین یا هر کاری میخواین بکنین میتونین از اونجا انجام بدین. تلگرام هم اینجا گذاشتم، میتونین از اونجا برین ببینین و حمایت فراموش نشه. و این ویدیو رو اگه به 5K برسونین پارت 2 رو میتونم واسهتون بسازم. قشنگ حمایت کنین دیگه، حمایت کنین 5K بشه، واسه دوستاتون بفرستین، تو گروه هاتون بذارین که قشنگ دیده بشه و پارت 2 رو واسهتون بسازم. و اگه یه دونه ویدیوهایی به سبک اینطوری دوست داشتین، یه دونه ویدیو ساختم که اینجا گذاشتم، لینکش رو میتونین روش کلیک کنین بریم ببینین و بخندین و ها کنین. و اینجا هم یه پلی لیست گذاشتم که توش کلی ویدیو هست، میتونین از اونجا یه دونه ویدیو انتخاب کنین و ببینین و بخندین و ها کنین و لذت ببرین. و علاوه بر اون اگه خواستین کانال رو سابسکرایب کنین رو پروفایلم کلیک کنین تا من رو سابسکرایب کنین. خیلی ستون دارم که یه چه بمونین.